بچه‌ها سلام، چطوری خوبی؟ بچه‌ها امروز اومدم در مورد حرکت لاک پشتی که مشکل اکثر هنرجوها هستش براتون توضیح بدم. حالا این حرکت لاک پشتی چیه؟ ببین بچه‌ها، حرکت لاک پشتی یعنی حرکت ماشین باید به صورت حرکت لاک پشت آروم و آهسته باشه، یعنی به صورت سانتیمتری حرکت کنه ماشین. خب حالا این حرکت لاک پشتی کجاها و چه جاهایی باید ازش استفاده کنید؟ شما اگه حرکت لاک پشتی رو بلد باشید، مطمئن باشید که 80% از مشکلات رانندگی شما حل میشه. حرکت لاک پشتی برای جاهایی که میخواید دور یک فرمان، دور دو فرمان، دنده عقب، پاک دوب، تقاطع‌ها و هر آن جایی که میخوای ماشین توی مشتتون باشه و در کنترلتون باشه به کار میاد و شما باید از حرکت لاک پشتی استفاده کنید. خب حالا این حرکت لاک پشتی به چه صورته؟ حرکت لاک پشتی به این صورته که شما باید توی جاهای مثلا مسیری که سطحش سربالاییه حتما باید از گاز و کلاج استفاده کنید و پدال ترمز رو کامل حذف کنید. و جایی که سرازیری هستش باید پدال گاز رو حذف کنید و از پدال کلاج و ترمز استفاده کنید. و جایی هم که سطحش صافه باید بعضی وقتا میتونیم از پدال کلاج و ترمز استفاده کنیم و بعضی وقتا میتونیم از پدال کلاج و گاز استفاده کنیم که ترجیحاً از پدال کلاج و گاز استفاده کنید بهتره. دوستان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از پست‌های جدید مطلع بشید. خب بچه‌ها حالا بیایید تا بریم به صورت عملی بهتون نشون بدم که حرکت لاک پشتی به چه صورتی. Let's go. برای سطح سربالایی کلاج تا ته بگیر، دنده رو بزن دنده یک، کلاج تا نقطه لرزش بالا بیار، دیگه ماشین سر جای خودش ایست میکنه. ببینید با یک گاز ثابت، گازتون میتونه ثابت باشه، میتونه به صورت ضربه‌ای باشه. کلاج رو یک کوچولو بالا بیاری حرکت میکنه، بگیریش ایست میکنه. حالا برای سطح سرازیری کلاج تا ته میگیریم، دنده رو میزنیم دنده یک، دیگه توی سطح سرازیری باید پدال گاز رو حذف کنیم. از پدال کلاج و ترمز استفاده میکنیم. کلاج رو تا نقطه لرزش میاریم، ترمز رو یک کوچولو رها میکنیم میره، بگیریمش ایست میکنه. حتما باید حواستون باشه کلاج تا ته نباشه که فشار زیادی به ترمز نیاد. کلاج باید در نقطه حرکت باشه، یک کوچولو پایین‌تر. برای سطح صاف هم که کلاج رو تا ته میگیریم، دنده رو میزنیم دنده یک، کلاج رو وقتی تا نقطه لرزش بیاری هم میتونی از ترمز استفاده کنیم. ببینید وقتی کلاج رو تا نقطه حرکت میاری ماشین حرکت میکنه. هم میتونی از ترمز استفاده کنی برای کنترلش، هم میتونی با گاز ضربه‌ای پدال کلاج و گاز با هم درگیر کنی، هر کدومش که راحت تری.